السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بگمانم که عبدالرازق جین زده است نه؟ بسیار بزه میمونه که اینقدر خوبی ها سبحان الله میشید که نه ویدیو کنن نه ایچی نکنن. مثال یکی با همراه برادر بران راسو بشن یک مصلحت کنن که خواهی همکاری بس میکنیم با این چیز نفهمیه نیده پنیمانیه و پیش از آنی که اینا رو شروع کنن کاره بگیم قاری میرزا محمود با کانال حنفی تیوی گفته بود که عبدالرازق چمانی که حافظ میشه گفته بود که مثال چی نکنین مصد حافظی نکن قاری بچه شه این برای تو بهتره این روی خوبه خیلی که الله سبحانه و تعالی قرآن ذکر میکنه و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما در کارهای در امر کار خیر یعنی دستگیری کنین و تا کار بد و شر دستگیری نکنین. الله در قرآن ذکر میکنه. یعنی وقتی که برادرمون میرزا محمود این ویدیو را کرده بود که یعنی نکنین امی کاراتون عبدالرازق گفته بود همه یعنی ویدیو برشتینش کردن اقراتش کردن در کامنتاری و کتاب بدبخت. انا یه روز شد که یعنی برادر بهروز یعنی کیدت کرد بگیم مایدک خیلی که حدیث ضعیف اینه که قصهش میکنن که کل صغیر فتنه الا علی، همه میگه مایدا فتنه گر هستن با جز حضرت علی. حدیث الله اعلم ضعیفش میگن. یعنی مایدا که نگاه که فتنه انداخته است تمامی بگیم دنیا را جوش آورده است. ایقو که الله همه انسان هم میدونه با موفق دل قلبش هم توش میته یعنی صبر کرد تو درجه ای که مرحله ای که برآمد که همه شناختنش بعد انسانی که بگیم او را کمک کرد یاردم کرد او را از در بیرون کرد. اگه شاید او را جین زده باشه با اون خاطر کسی که هم را بیارش من جین خانیش کنم انشاءالله که او را از خواهش همش بگردن بگیرم بیارش را جین اسکریفسی او را جین زدگیه بسیاری بعد بگیم در بین عربو گشت جب مکان جین شیاطینه و اسکریفسی او را جین زدگیه بیارش یا بخونیمش انشاءالله که ساز میشه و برادر بهروز همش خیره. الله سبحانه و تعالی میگه و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. هر آن چیزی که شما میخواین شاید برای شما بد باشه نه که الله هر آن چیزی که میدونه و ما و شما رو نمیدونیم. با مخاطر همش خیره با صبر باشین. این شب بگذرد شب دیگر آید خیلی جین زده ما میگن با اون خاطر انشاءالله همش خیره. هر آن چیزی که به سر فرزند آدم بیاید بگذرد. خدا نگهبانتون باشه در امان الله. السلام علیکم.